به نام خدا، محمد بیگوردی هستم. این ویدیو رو برای سایت پرشین موزیک آماده میکنم. تو این ویدیو میخوام شیوه ریورب رو آموزش بدم. البته به دوستانی که نسبت به بنده تجربه کمتری دارن. داخل پروژمون قسمتی رو که وکال توش هست سلکت میکنیم، پلی میکنیم. من مقصر سکوت. خب لاینی که وکال رو بهش دادیم به صورت سولو میکنیم تا صدای دیگه ای زیر وکال نباشه، یعنی وکال خالی باشه، خام باشه. تو مقصر شکستم. خب اینجا ما میخوایم با استفاده از برنامه ادیسون این کار رو انجام بدیم. میایم این چراغ مربوط به سیو رو روشن میکنیم و یه رندر از این قسمتی که سلکت کردیم میگیریم. خب این رندر هست و اینو به یه لاین میکسر معرفی میکنیم، مثلا 25. خب تو لاین میکسر برنامه ادیسون رو باز کنیم. ادیتش میکنیم، میاد تو داخل برنامه ادیسون. زیر برنامه ادیسون یه برنامه ریورب، حالا هرچی شما صلاح دونستین. من اینجا از لکسیکون استفاده میکنم. پلی کنیم. من مقصر سکوتم. میایم اینو ریورس میکنیم از این گزینه. پلی میکنیم. خب دوباره بعد از ریوربمون یه ادیسون دیگه باز میکنیم. با این یکی ادیسون رکورد میکنیم، با این یکی پلی میکنیم. صدایی که به صورت ریورس در آوردیم و ریورب هم داره پلی میکنیم و این رکوردش میکنه. خب ببینیم اینجا چی رکورد کرد. درست. از منوی تولز دوباره اینو ما ریورسش میکنیم، یعنی دوباره برعکسش میکنیم. پلی میکنیم. یعنی میشه ترکیبی از ریورس وکال و وکال اصلی که در بعضی جاها میتونید ازش به عنوان یه افکت یا افیکس یا حالا هرچی که بشه اسمشو گذاشت استفاده کنید. نه برای وکال، برای سایر سازها میشه ازش استفاده کرد. خدا نگهدار.